سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این ویدیو آموزشی میخوایم به این موضوع بپردازیم که چطور میتونیم فایل های شیپ فایلمون رو در GIS تبدیل کنیم به ژئو دیتابیس و یا فرمت GDB. خب برای این منظور ابتدا وارد فولدرزمون میشیم. در قسمت هوم فولدر اون دیتایی رو که میخوایم در واقع از شیپ فایل تبدیلش بکنیم به ژئو دیتابیس رو پیدا میکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید خود GIS یک ژئو دیتابیس برای من هنگام ایجاد پروژه میسازه. خب من میتونم از همین ژئو دیتابیس استفاده کنم، کلیک راست میکنم و داخلش یه دونه فیچر دیتا ست میسازم و اسمش رو میذارم دیتا. خب از این قسمت هم کوردینیت سیستمم رو روی زون 39 شمالی با مختصات جغرافیایی 1984 UTM انتخاب میکنم و گزینه ران رو میزنم. خب الان داخل قسمت کاتالوگ که من برم یه دونه فیچر دیتا ست به نام دیتا اینجا الان ایجاد شده. خب الان کافیه که من به شیپ فایلم رجوع کنم و روش یک کلیک راست کنم و از قسمت اکسپورت گزینه فیچر کلاس تو ژئو دیتابیس رو انتخاب کنم. اینجا در قسمت آوتپوت ژئو دیتابیس فولدر زرد رنگ رو روش کلیک میکنم و در قسمت فولدرز وارد هوم فولدرم میشم، وارد ژئو دیتابیسی که به صورت پیشفرض ساخته شده برام میشم و کافیه که فقط روی فیچر دیتا ست دیتا من یک بار کلیک کنم. لازم نیست که واردش بشید دوستان. اینجا اوکی میکنم و اون مسیری رو که خواستم رو بهش معرفی میکنم. الان با زدن گزینه ران میبینیم که فایل شیپ فایل ما تبدیل میشه به یک ژئو دیتابیس که اگر اینجا خود ژئو دیتابیس اصلی رو یک بار ریفرش کنیم و وارد فیچر دیتا ست اون بشیم میبینیم که اینجا تهران R6 تبدیل شده به یک ژئو دیتابیس. الان از قسمت تیبل آف کانتنت من اگر اون شیپ فایل رو حذف کنم و اینجا ژئو دیتابیس رو بیارم میبینیم که فایل ما دقیقاً به همون شکل خروجی گرفته شده و اگر اتریبیوتش یا جدولش رو هم باز کنم میبینیم که عیناً تمامی اون دیتا هایی که توی شیپ فایلمون بود رو الان ما در قالب ژئو دیتابیس داریم که خب خیلی میتونه کاربردش برای ما بیشتر بشه و توی بحث تعریف دامنه ها و غیره میتونیم الان با خیال راحت روی این فایل کار کنیم. امیدوارم که این آموزش واسهتون مفید بوده باشه. ارزش آفرین و سربلند باشید و خدا نگهدار.